فکر می‌کنم ایرانی‌ها می‌دانند که امارات و سعودی‌ها یک بازی دوگانه انجام دادند و سعی کردند همانطور که ما می‌گوییم از هر دو طرف ببرند. بنابراین فکر نمی‌کنم ایرانی‌ها از هیچ یک از اینها پشیمان باشند و فکر می‌کنم آنها می‌خواهند جهان درد را احساس کند، زیرا خودشان درد شدیدی را احساس می‌کنند. بنابراین این کمترین چیزی نیست که باعث تعجب شود. در مورد اروپایی‌ها، آنها از همان ابتدا می‌دانستند که ایران هیچ تهدیدی محسوب نمی‌شود. می‌دانید، وقتی ما بر نصب این تأسیسات ضد موشکی در رومانی اصرار کردیم، به این بهانه که از متحدان اروپایی خود در برابر حمله موشکی ایران محافظت می‌کنیم، خنده‌دار بود. هیچ کس آن را باور نکرد. این مزخرف است. در مورد مداخله اروپایی‌ها برای انجام هر کاری، فکر می‌کنم انگلیسی‌ها F-22 های خود را فرستاده‌اند. این که آیا کاری انجام داده‌اند یا نه، نمی‌دانم. اکنون می‌دانم که پایگاه‌های آنها در قبرس مورد اصابت قرار گرفته است و تصور می‌کنم احتمالاً از کار افتاده‌اند. بنابراین نمی‌دانم در مورد مداخله اروپا چه قضاوتی کنم. فکر می‌کنم این بیشتر لفاظی است، اما خواهیم دید. آنها مطمئناً می‌توانند چند کشتی بفرستند، اما از طرف دیگر آنها در معرض خطر خواهند بود و همه چیز بستگی به این دارد که آیا مردم اروپا این را تایید می‌کنند یا نه. باز هم باید بین ایران و شیعیان با اکثریت قریب به اتفاق مسلمانان که سنی، عرب و ترک هستند تفاوت قائل شوید. و فکر می‌کنم اروپایی‌ها کمی پیچیده‌تر از آمریکایی‌ها هستند. آنها اینها را با هم اشتباه نمی‌گیرند. آنها می‌فهمند که ایران متفاوت است و منافع ایران متفاوت است. و ایران به عنوان یک کشور تمدنی، ایران باستان، موجودیتی کاملا متفاوت از بقیه این ساختارهای مصنوعی پس از جنگ جهانی اول است. بنابراین خواهیم دید. اما من انتظار زیادی از اروپایی‌ها ندارم. من بیشتر نگران چینی‌ها و روس‌ها هستم. و وقتی میگویم نگران، منظورم این است که تعجب می‌کنم چقدر می‌خواهند در حاشیه بمانند و اجازه دهند این اتفاق بیفتد، زیرا این به نفع آنها نیست. بدیهی است که آنها می‌خواهند ایران زنده بماند. ایران بخش حیاتی بریکس است و بخشی از ابتکار کمربند جاده، ابتکار چین برای توسعه زیرساخت‌ها میباشد. ترک‌ها می‌خواهند ایران زنده بماند. من هیچ شکایتی از سوی ترک‌ها در مورد نابودی پایگاه هوایی ما در اینجرلیگ نشنیدم، زیرا آنها می‌دانند که آن پایگاه متعلق به ماست و آنها همیشه نسبت به اجازه فعالیت ما از آن پایگاه علیه هر کس که در منطقه می‌خواهیم مردد بودند. بنابراین فکر می‌کنم ما شاهدیم که جهان به نوعی در یک جهت کاملاً جدید حرکت می‌کند. من استدلال می‌کنم که این پایان سایکس-پیکو قرارداد تقسیم خاورمیانه است. فکر می‌کنم نقشه‌ها تغییر خواهند کرد. بسیار متعجب خواهم شد اگر همه این دیکتاتوری‌های خانوادگی در خلیج فارس به شکل فعلی خود باقی بمانند. فکر می‌کنم آسیب اقتصادی که در حال وقوع است برای مدتی با ما خواهد ماند. هندی‌ها قبلاً به خرید نفت دوباره از روس‌ها روی آوردند و این برای آنها کاملاً منطقی است. من از اینکه آنها اصلاً با ما همراه شدند متعجبم. دلار در حال از دست دادن سرعت و ارتفاع است. از نظر اقتصادی این یک فاجعه برای ماست. از نظر مالی فکر می‌کنم این یک فاجعه است. زمان بیشتری می‌برد، اما با گذشت زمان برای ما بدتر خواهد شد. به یاد داشته باشید، ما کسانی هستیم که به جهان می‌بالیدیم که چقدر قدرتمند هستیم و چگونه تمام جهان باید از قدرت نظامی آمریکا به لرزه بیفتد. خوب، پس مردم از ما انتظار خواهند داشت که عمل کنیم. از سوی دیگر، ایران مجبور نیست کاری کند جز اینکه زنده بماند. تا زمانی که ایران زنده میماند و هرچه جنگ طولانی‌تر شود، ما ضعیف‌تر به نظر می‌رسیم. اسرائیل ضعیف‌تر به نظر می‌رسد و ایران قوی‌تر. و فکر می‌کنم ایران زنده خواهد ماند. من هیچ مدرکی نمی‌بینم که ناگهان تلفن را بردارد، به واشنگتن زنگ بزند و درخواست رحم کند. نمی‌بینم چنین اتفاقی بیفتد. بنابراین ما در یک مخمسه واقعی هستیم. فکر می‌کنم در پایان روز ما از منطقه بیرون رانده خواهیم شد. به آنچه در عراق در حال رخ دادن است نگاه کنید. شیعیان در حال قیام هستند و دولت عراق ما را از کشور می‌خواهد. سالهاست ما را می‌خواهد. فکر می‌کنم مجبور خواهیم شد بیرون بیاییم. فکر نمی‌کنم هیچ کس که در خلیج فارس زندگی می‌کند بخواهد ما در نزدیکی بنادر، فرودگاه‌ها یا هر جای دیگرشان باشیم. بنابراین فکر می‌کنم این یک فاجعه در حال وقوع برای ما و اسرائیل است. گنبد آهنین اسرائیل خیلی خوب کار نمی‌کند. و اگرچه ما قطعاً در تلاشیم تا موشک‌هایی در حمایت از اسرائیل برای دفاع هوایی و موشکی شلیک کنیم،
به نظر می‌رسد ایرانی‌ها از نظر فناوری بسیار فراتر از آنچه ما پیش‌بینی می‌کردیم حرکت کردند. آنها اکنون قادر به شلیک موشک‌هایی هستند که طعمه دارند و چندین کلاهک تولید می‌کنند و سپس موشک واقعی خطرناکی که می‌خواهید نفوذ کند در حالی که ما مشغول طعمه‌ها هستیم عبور می‌کند. بنابراین این برای ما چندان خوب پیش نمی‌رود. اما نکته جالب این است که در غرب رسانه‌ها مثل همیشه تصویری شگفت‌انگیز از موفقیت نظامی آمریکا و اسرائیل نشان می‌دهند. کاملا شگفت‌آور است. فکر نمی‌کنم این تصویری باشد که بقیه جهان کم کم دریافت می‌کنند. It's quite astonishing. I don't think that's the picture the rest of the world is beginning to get. بله، اخیراً رسانه‌ها را چک کردم و این تصور به دست می‌آید که آنها در حال برنامه‌ریزی برای دولت جدیدی هستند که روی کار بیاید و اینکه روابط چگونه تغییر خواهد کرد. و بسیار عجیب است که روایت‌ها چقدر از واقعیت منحرف می‌شوند. اما به هر حال این به نظر می‌رسد که یک جنگ طولانی باشد. بنابراین چگونه پیش‌بینی می‌کنید که ایالات متحده و اسرائیل از پا درآیند؟ زیرا شما گفتید فرض شما این است که آنها زودتر خسته می‌شوند و سپس تمام می‌شود. آیا موشک‌های رهگیر آنها تمام می‌شود؟ آیا توانایی محدودی برای ضربه زدن به ایران دارند؟ یا چه چیزی است که انتظار دارید اول تسلیم شود؟ یا صرفاً این است که کشورهای حوزه خلیج فارس از ایالات متحده می‌خواهند به آن پایان دهند؟ خوب، تمام بنادری که ما معمولاً برای تجهیز مجدد نیروهای دریایی خود و بارگیری مجدد موشک‌ها و راکت‌ها استفاده می‌کنیم، همه آنها نابود شده‌اند. به عبارت دیگر، ما مجبوریم تا هند عقب نشینی کنیم که فاصله زیادی از منطقه دارد. در حال حاضر می‌توانیم تا ایتالیا عقب نشینی کنیم. فکر می‌کنم کریت، جزیره یونان، ممکن است دور از دسترس باشد. امیدوارم اینطور باشد. اما نکته این است که همه کارهایی که با آنها عادت داشتیم اکنون باید تغییر کند. جنگ برای ما به یک کار بسیار دشوارتر تبدیل شده است. به یاد داشته باشید آنها نه تنها تنگه هرمز بلکه کانال سوئز را نیز برای همه مقاصد عملی بستند، زیرا دریای سرخ را بستند. بنابراین تصویر تجاری تیره است. تصویر نظامی مشکل دار است و فکر نمی کنم بتوانیم موشک‌ها را به اندازه کافی سریع تولید کنیم تا با میزان مصرف آنها هماهنگ باشد و ما تمام مدت مقادیر زیادی موشک به اوکراین می‌فرستادیم و اکنون داریم درد آن را احساس می‌کنیم، زیرا بسیاری از آنها رفته است. شاید چند روز دیگر طول بکشد تا ما شروع به مصرف اقتصادی‌تر موشک‌های خود کنیم. و این بدان معناست که شما نمی‌توانید بیشتر آنچه را به سمت شما شلیک می‌شود سرنگون کنید. به یاد داشته باشید شما باید حداقل 2 یا 3 موشک به سمت هر موشک ورودی شلیک کنید و ما هنوز نمی‌توانیم با موفقیت موشک‌های هایپرسونیک را هدف قرار داده و سرنگون کنیم و بسیاری از این موشک‌ها با سرعت 3، 4، 5 و 6 ماخ می‌آیند. این سرعت‌ها فراتر از توانایی تکنولوژیکی ما برای شکست دادن است. بنابراین از نظر لوجستیکی بله، ما مشکل بزرگی خواهیم داشت و ممکن است متوقف شویم. حالا اینکه آیا روس‌ها و چینی‌ها یا هندی‌ها مایل به میانجیگری هستند، فکر می‌کنم هند احتمالاً بهترین گزینه برای میانجیگری است. آنها بالاخره بی‌طرف هستند، علی‌رغم سفر اخیر مودی به اسرائیل که فکر می‌کنم نابخردانه بود. اما با این حال مودی و هند پیوندهای فرهنگی با ایران دارند. سانسکریت و تمدن هند بخشی از تمدن ایرانی است. بنابراین فکر می‌کنم فرصتی برای هندی‌ها وجود دارد تا شکاف بین ما، اسرائیل و ایران را پر کنند. اما باید دید. در حال حاضر فکر می‌کنم ایران در حال فروپاشی به هرج و مرج نیست. بله، ما رهبر معظم آیت الله خامنه‌ای را کشتیم، اما هیچ مدرکی نمی‌بینم که این باعث اختلال در وحدت تلاش و فرماندهی و کنترل شده باشد. و مزیت دیگر ایرانی‌ها و این مهم است، این است که بسیاری از توانایی‌های آنها به طور گسترده پراکنده است. این کار را برای ما بسیار سخت می‌کند و حتی در بهترین روز از نظر تاریخی ما در مقابله با هر چیزی که متحرک است مشکل زیادی داشتیم. بنابراین در کوتاه مدت من اصلا خبر خوبی نمی‌بینم و امیدوارم که در واشنگتن با دیگرانی که ممکن است بتوانند به میانجیگری برای پایان دادن به این فاجعه کمک کنند صحبت کنیم. اما می‌دانم که در آخر هفته ظاهراً ما ابراز تمایل به مذاکره کردیم. نمی‌دانم از چه کانال‌هایی، اما ظاهراً این از طرف کاخ سفید ترامپ بود و ایرانی‌ها گفتند نه تنها نه بلکه هرگز. این به این دلیل است که آنها در حال حاضر آماده پایان دادن به این جنگ نیستند.